شروع تستای فصل 2 شیمی دهم بچه بحث موازنه CaC N2 یا همون کلسیم نیتریت به علاوه NH3 آمونیاک شده CaNH2 کلسیم آمونیاک. دقت کنید بچه‌ها تو بحث موازنه ما چند تا ترکیب داریم؟ 1 2 3. هر ترکیبی سری زیروند داره. اون ترکیبی که زیروند بیشتر داره رو انتخاب می‌کنیم. این زیروند بیشتری داره انتخاب می‌کنم. بهش 1 میدم. این یک مال کل ترکیبه. کاری به در واقع زیروندا نداره، مال خودشونه. این توی همشون ضرب میشه. الان 1 3 تا 3 تا 1 2 تا 2 تا نیتروژن داره. 3 تا کلسیم داره. بعد از عنصری تو اون ترکیب شروع می‌کنم که توی واکنش دو جا باشه. یه جا واکنش داره، یه جا فراورده. الان نیتروژن اینجوری نیست. اینجا هست، اینجا هست، اینجا هم هست. 3 جاست. ولی کلسیم چرا؟ فقط اینجا هست و اینجا. خب از کلسیم شروع می‌کنم. 1 3 تا 3 تا. اینجا زیرون نداره یعنی 1. پس یه 3 بذارم پشتش میشه 3 کلسیم. حالا نیتروژن یا هیدروژن فرق نداره. این طرف کل هیدروژن ها مشخص شده. این داخل پرانتز که می‌نویسی یعنی مال جفتش. یعنی میشه 4 تا هیدروژن، 2 تا نیتروژن. خب 2 تا 4 تا هیدروژن داره. هیدروژن 4 ضرب در 3، این 3 مال همش دیگه میشه قد 12. این 3 ضرب در 4 بشه میشه چند؟ 12. حالا نیتروژن رو دقت کن، اونم موازنه شده. 2 تا نیتروژن ضرب در 3 میشه 6. این 4 تا نیتروژن، اینم 2 تا نیتروژن 6 تا. خب سوال چی گفته؟ گفته نسبت ضریب مولی فراورده، یعنی این ضریب فراورده که 3 به مجموع ضریب واکنش دندان. خب مجموع واکنش دندان 4 1 میشه 5. میشه چی؟ میشه 3 پنجم. گزینه 1. خب تست بعدی بچه‌ها خوب دقت کنید. تست بعدی تست قشنگه. میگه توی این واکنش A و B به ترتیب چیه؟ خب یه A کوچیک داریم، یه B کوچیک داریم. دقت کنید بچه‌ها این تعداد هیدروژن رو مشخص می‌کنه چون هیدروژن فقط توی این ترکیب هست. این ورم در واقع هیدروژن توی این ترکیب H2O هست. این ماده A داخلش هیدروژن نیست چون گفته یا NO2 در نظر بگیره یا NO. پس این دو حالت بیشتر نداره این ماده. من اینو یه جوری بنویسم که مشخص بشه. این مادهمون A یا NO یا NO2. خب پس تأثیری توی تعداد هیدروژن نداره. این آی کوچیک هر چی باشه ضریبه در واقع تعداد هیدروژن رو مشخص میکنه. خب اینجا چند تا هیدروژن داریم؟ 4 2 تا 8 تا. پس این آی کوچیک باید چند باشه؟ 8 باشه که تعداد هیدروژن ها برابر بشه. خب این 8 باشه طبیعتاً B طبق این نکته گزینه 3 و 4 رد میشه. B میشه چند؟ 2. خب این B کوچیک بشه چند؟ 2. حالا این دویی که میذارم اینجا مادهمون گفته یا NO یا NO2. NO یا NO2 توی تعداد نیتروژن ها فرقی نداره، توی تعداد اکسیژن ها فرق دارن. پس از طریق موازنه اکسیژن میتونم اون رو مشخص کنم. خب اینجا 8 ستا میشه چند؟ 24 تا اکسیژن. پس تو واکنش دهنده 24 تا اکسیژن دارن، تو فراوردن باید 24 باشه. اینجا 2 ستا 6 تا اکسیژن میشه. 6 ضرب در 3 میشه 18. این 18 تا. اینجا هم 4 تا اکسیژن داره میشه 22 تا. این 24 تاست. یه 2 داره. پس باید NO باشه که بشه 2 تا NO با هم دیگه جمع میشن میشه چقدر؟ میشه 24 تا. پس A میشه NO نه NO2. اگه NO2 بذارم میشه 2 تا 4 اکسیژن میشه 26 تا اکسیژن این طرف. پس جواب ما میشه گزینه 1. خب تست بعدی بچه‌ها گفته در واکنشی که بهمون داده پس از موازنه ضریب استیکیومتری چند گونه با هم دیگه برابره. خب بریم سراغ اونی که زیروند بیشتری داره. میتونیم CH4 برم، میتونم H2 برم، فرق نداره. از این میره. حالا کربن میشه چون دو جا کربن داره. یک کربن، یک میذارم، یک کربن. خب سراغ نیتروژن میتونم برم. یه دونه نیتروژن دارم، اینجا یه دونه نیتروژن دارم. حالا هیدروژن میتونیم بریم. اینجا کل هیدروژنات مشخص شده. این 3 تا، اینم 4 تا میشه 7 تا. این یکی، یه 3 بذار اینجا میشه 6 با هم میشه چند؟ 7. حالا اکسیژنات. 3 تا اکسیژن داره اینجا. 2 رو ضرب در چند کنیم میشه 3. 2 تا 1 و نیم. 1 و نیم همون چیه؟ 3/2. کسری شد. هر موقع کسری شد بلافاصله اون ضریبایی که مشخصه همه رو ضرب در مخرج اون کسری میکنیم که اینجا 2 که از بین بره. پس این 1 میشه 2، این 1 میشه 2. 3/2 ضرب در 2 میشه 3. 1 هم ضرب در 2 باز میشه 2. 3 ضرب در 2 میشه چند؟ 6. تمام شد. میگه چند مورد با هم برابر؟ 1 2 3. 3 مورد هم که ضریبشون شده 2. پس جواب میشه گزینه سوم. تست بعدی بچه‌ها میگه نسبت شمار مول. نسبت شمار مول یعنی همون ضریب استیکیومتری دیگه. مول آب به مول O2. ضریب آب به ضریب O2. پس توی این واکنش ضریب در واقع آب رو به O2 خواست.
زیربند از همه شلوغ‌تر پی 4 اوده هستش. یک میدم از پی میتونم شروع کنم چون دو جاست. 4 تا پی دارم، 4 تا پی. حالا هیدروژن 4 3 تا 12 تا. یه 6 بذارم میشه چند؟ 12. حالا بریم سراغ در واقع اکسیژن ها. 6 تا و 10 تا 16 تا. یه 8 بذاریم میشه 16 تا. نسبت ضریب کیو واسطه؟ ضریب آب یعنی H2O به ضریب کدوم؟ به O2. ضریب آب یه H2O 6، ضریب O2 8. ساده کن میشه 3 4 میشه 75 گزینه 1. خب سوال بعدی خوب دقت کنید، میگه مجموع ضریب استیکیومتری فراورده، فقط ضریب فراورده گفته جمع کنید. خب یک میدیم این از همه زیربند بیشتری داره. کربن دو تا داریم، اینجا دو تا کربن داریم. هیدروژن رو دقت کنید بچه‌ها، جمعش میکنیم اینا همش یه ماده است. C2H5NH2 یه ماده است. 5 و 2 میشه 7. 7 تا هیدروژن داریم. دو رو ضرب چند کنم بشه 7؟ 2 تا 3 و نیم. 3 و نیم میشه چقدر بچه‌ها؟ 3 گفتیم 3 و نیم میشه دیگه. بخوام بنویسم 3 و نیم میشه 7 دوم. پس 2 تا 3 و نیم یا 2 تا 7 دوم میشه 7. ضریب کسری شد. بلافاصله باید ضرب داره این دو ضریب کسر بکنم. پس این یکی میشه در واقع 2 ضرب بکنم. من زیرش بنویسم با یه رنگ دیگه. این شد 2 ضرب کردیم. این ضریب نداره اکسیژن، هیچ چیز ضرب نمیشه. 2 ضرب 2 میشه 4. 7 دوم ضرب 2 دوش با 2 میره میشه 7 و نیتروژن هم هنوز هیچ ضریبی نداره. پس ما قسمت دوم رو باید با توجه به ضریب‌های جدید مشخص کنیم. خب برم نیتروژن رو مشخص کنم. ضریب جدید 2. 2 تا نیتروژن دارم، اینم 2. پس یک میذارم میشه 2 نیتروژن. حالا بریم اکسیژن رو مشخص کنیم. خب 7 تا اکسیژن تو این دارم. 4 تا اینم 8 تا میشه 15 تا. 2 رو ضرب چند کنم بشه 15؟ 15 میشه 7 و نیم. 2 تا 7 و نیم میشه 15. پس میتونم بگم 15 دوم که میشه 7 و نیم. دوباره باید همه ضرب چند بشن؟ 2. پس این میشه 4، این میشه 15، این میشه 8، این میشه 14، این میشه 2. گفتیم مجموع ضریب فراورده یعنی این سه تا 8 و 2 10. 10 و 14 میشه 24. گزینه دوم. خب اینا رو حل کردیم. بریم تستای نظام جدید هم ازش بچه‌ها حل بکنیم. تستای جدید اینا که حل کردیم تستای نظام قدیم در واقع دهم بود. تست جدید فصل 2. خب اینه که فعلا حفظیات شه. بحث موازنه میگه مجموع ضریب استیکیومتری مواد کل ضریبا رو خواسته. خب از این شروع میکنم که در واقع زیربند بیشتر. 1 2 تا سدیم دارم، 2 تا سدیم میذاریم. بریم سراغ هیدروژن. 2 تا هیدروژن دارم، یک میذارم میشه 2 هیدروژن. حالا اکسیژن هم کلا مشخص شد. این 2 تا، اینم یکی 3 تا. این 2 تا با چند جمع بشه میشه 3 با 1. 2 تا چند در واقع میشه 1. 2 تا نیم. نیم میشه چی؟ 1 دوم. 2 تا نیم 1 دوم میشه 1. با این 2 تا میشه 3 تا. کسری شده همه رو باید در مخرج کسی یعنی 2 بکنم. پس این میشه 2 2 4 و 1. 1 دوم ضرب 2 2 با هم میره. مجموع ضرایب خواست 2 2 4 اینم 4 8 اینم 1 9. پس جواب میشه گزینه 2. سوال بعدی. اینجا بچه‌ها از همین اول شروع میکنم. یک کلسیم داریم، یک کلسیم داریم. یه دونه سیلیسیوم داریم، یه دونه سیلیسیوم داریم. حالا میتونم از فلور استفاده کنم. این 2 تا فلور، اینم 4 تا فلور میشه 6. خب یه 6 بذارم تموم شد. هیدروژن 6 تا داریم، یه 3 بذارم اینم هست. اکسیژن اون 3 تا است، اکسیژن 3 تا. خب گفتم ضریب استیکیومتری کدوم ماده پس از موازنه بیشتره؟ مال هاشه پس همه بیشتره میشه گزینه 3. تست بعدی. گفته مجموع واکنش‌های زیر پس از موازنه معادله آنها تفاوت مجموع ضرایب استیکیومتری مواد در آنها کدام است؟ یعنی واکنش‌ها رو بیاریم بعد از موازنه تفاوت مجموع ضریب بالایی و پایینی چقدر؟ اینو موازنه کنیم، ضریب‌ها رو جمع کنیم، اینو موازنه ضریب و جمع، تفاوتشون میشه چقدر؟ خب از بالای شروع کنیم. یک میدم، 2 تا هیدروژن داریم، یک میدیم، 2 هیدروژن داریم. یه دونه اس داریم، یه دونه اس داریم. حالا اکسیژن این 2 تا، اینم یکی 3 تا. 2 رو ضرب چند کنم بشه 3؟ 2 تا 1 کنیم. 1 کنیم چیه؟ همون 3 دومه. پس همه رو باید ضرب چند میکنم که از بین بره؟ ضرب داره 2 بکنیم. مخرجش 2. پس این میشه 2، این 3 میشه 6، این یکی میشه منزل این 3 دومه. 3 دوم دوش با اون میره. 3 دوم ضرب 2 میشه 3.
این یکی میشه 2، اینم میشه 2. مجموع ضرب میشه چقدر؟ این 6 6 و 3 9. پس مجموع ضرب این شده 9 فعلا. پایینی موازنه کنیم بچه‌ها. یه روش راحت بگم که سریعتر قبل اینکه بخوریم کسری حلش کنیم. هیدروژن اینجا فقط توی این دوتا ماده وجود داره. یکی ضریب 2 داره، یکی 3. ضریبا رو جابجا کن. اینو ضرب داره 2 کن، اینو ضرب داره 3 کن. یه مرحله کسری شدن کمتر میشه. حالا 2 تا نیتروژن داری، 2 تا نیتروژن. بریم سراغ اکسیژن ها. 3 تا و 2 تا میشه 5 تا. 2 تا چند میشه 5؟ 2 تا 2.5. 2.5 چقدره؟ 5 دوم. پس این میشه 5 دوم. کسری شده، همه رو ضرب چند بکنیم؟ 2. این دویی که اینجا هست. پس این میشه 4، این میشه 5، این میشه 4 و این میشه 6. مجموع ضریبای این 6 و 4 10. 10 و 9 19. پس این شد 19. حالا اختلاف 9 و 19 چند تاست بچه‌ها؟ 10 تا. میشه گزینه 4. خب تست بعدی رو دقت کنید بچه‌ها. میگه پس از موازنه معادله واکنش زیر نسبت مجموع تقسیم کنید مجموع ضریب استوکیمیتی مواد تو واکنش آ به واکنش C، یعنی کل ضریب A رو جمع کن، کل C رو جمع کن، به هم تقسیم کن. و قسمت بعدی گفته تفاوت مجموع ضریب B و D، کل B رو جمع کن، کل ضریب‌های D رو جمع کن، اختلاف چقدر میشه. خب شروع کنیم از اولی. اول کل موازنه رو انجام بدیم. 4 تا P داریم، 4 بذار 4 تا P. 4 تا میشه 12 هیدروژن، 6 بذار 12 هیدروژن. بیایم پایینی. بعد این پایینی بچه‌ها این SC نیست. اشتباه شده تو تایپ. خب پایینی موازنه کنیم. یک میدیم، یه دونه گوگرد داریم، یه دونه گوگرد. بعد F 4 تا داریم، 4 تا F، 4 تا هیدروژن داریم، 4 تا هیدروژن. این یکی رو بریم. 2 تا آهن داریم، 2 تا آهن میشه. بعد 4 تا S میشه، 4 تا S. حالا بریم سراغ اکسیژن. 4 2 تا 8 تا، 8 و 3 میشه 11. این میشه 11 دوم. که دیگه من کسریش نمی‌نویسم. 11 دوم می‌نویسم 11. اینا رو دو برابر می‌کنیم. دیگه صد در مخرج کسب بکنیم. 2 میشه چند؟ میشه 4. پس این میشه 4، این میشه 2، این 4 میشه چقدر؟ میشه 8. پاکش کنیم، تمیزتر بنویسیمش. اینم شد 8. پس این شد 11 دوم. من بلافاصله بقیه رو ضرب در مخرج کسر کردم. خودش هم ضرب در 2 شد، مخرجش رفت. خب دوباره هیدروژن 2 داریم، اینجا 1. خب میتونیم جابجاش بکنیم. یعنی 1 بدیم به این، 2 بدیم به این. حالا 2 تا N داریم، 2 تا N اینجا داریم. بریم سراغ اکسیژن ها. این ور اکسیژن چند تا دارم؟ 6 تا. 2 تا 4 تا. اینم یکی 5 تا. این باید 1 باشه بشه 6. 2 تا چند میشه؟ 1 2 تا نیم. نیم میشه چی؟ 1 دوم. 1 دوم دیگه 2 شده می‌نویسم. بلافاصله همه رو ضرب در چند میکنم؟ 2 میکنم که از بین بره. به این ترتیب میشه. خب مجموع ضریب بالایی رو میخوام حساب کنم. 6 و 4 10، اینم یکی 11 میشه. پایینترش مجموع ضریب 4 و 1 5 7 8. مجموع ضریب اینجا بچه 8 و 2 10، 10 و 4 14، 14 این 24 25 میشه. مجموع ضریب پایینی هم 2 و 1 3، 3 و 4 7، 7 و 4 11. خب سوال چی ازمون خواسته بود؟ گفته نسبت ضریب A به ضریب C. خب A چنده؟ 11. C چنده؟ آره C 25. اینو اگه صورت مخرج ضرب در 4 بکنیم بر حسب 100 به دست میاد. میشه 44، پایین میشه 100. میشه 44 صدم. 24 رو خط میخوره. قسمت بعدی گفته اختلاف ضرایب D و B. خب B 8، D 11. D منهای B میشه 11 منهای 8. میشه چقدر؟ 3. پس جواب ما میشه گزینه 3. خب تست بعدی دقت کنید بچه‌ها. شروع‌تر از همه اینه. 2 تا کوبالت دارم، 2 تا کوبالت دارم. حالا بریم سراغ S. 3 تا S داریم، ضرب در 1 3، یه 3 بذاریم اینجا. بریم سراغ هیدروژن. 3 2 تا 6 تا. 2 3 تا 6 تا. مجموع میشه 12. یه 6 بذار، تموم. پایینی بچه‌ها از همه زیربند بیشتر اینه. 3 تا نیکل داریم، 3 تا نیکل داریم. پی میتونه کل پی 4 در نظر بگیری، میتونه پی رو در نظر بگیری، فرق نداره. مثلا من کل پی 4 در نظر میگیرم مثل یه ایکس. چند تا پی 4 دارم؟ 2 تا. اینجا چند تا پی 4 دارم؟ 1. یه 2 بذار پشتش. حالا بریم سراغ هیدروژن ها. 2 3 تا 6 تا. یه 3 بذار میشه 6. بریم سراغ کربن ها. 3 تا کربن دارید، دیگه ندارید. اینجا یه 3 باید بذار. این 3. خب
پایینی یک میدیم یه منیزیم یه منیزیم. نیترات کلا چند تا دارم؟ 2 تا. انگار نیترات X. اینجا هم یه 2 بذارم. حالا هیدروژنمون 2 تاست، اینجا هم 2 تاست. کربن اینجا یکیه، اینجا هم کربن یک. این اگه خوب بازی نیفتاده این سیاه. خب این سه میگه مجموع ضرایب استیکیومتری مواد در معادله واکنش آبی برابر. خب آ مجموع ضرایب 2 3 5 5 و 1 6 6 و 6 12. این شد 12 مجموع ضرایب. مجموع ضرایب B 3 و 2 5. اینم در واقع 6 میشه 11. اینم 1 12. درسته. درسته. میگه در هیچ یک از این واکنش عدد اکسایدش تغییر نکرده. این درسته بچه‌ها، مال شیمی 12 هستش. چون اینجا ما حالا بحث دهمه فعلا چیزی راجعش نمیگیم، ولی چون عنصر به حالت آزاد نداریم تغییر عدد اکسایدش نداریم. درسته. تفاوت مجموع ضرایب استیکیومتری مواد در معادله C با B برابر 6. خب مجموع ضرایب C هم حساب کنیم. 1 و 1 و 1 3. 3 و 2 5. اینم 1 6. خب اختلاف 6 و 12 میشه چند؟ 6. درسته. در معادله C مجموع ضرایب استیکیومتری واکنش دهنده با مجموع ضرایب استیکیومتری فراخورده‌ها برابر. خب 2 و 1 3. 3 تا 1 هم 3. این هم درست. 4 موردش درسته، میشه گزینه چهارم. خب سوال بعدی میگه در کدام واکنش ریزی پس از موازنه معادله آنها مجموع ضریب استیکیومتری فراخورده‌ها رو اگه برابر مجموع ضریب استیکیومتری واکنش دهنده تقسیم کنیم میشه 1.5 یا 3/2 میشه. یعنی ضریب فراخورده به ضریب واکنش دهنده ها میشه 3/2 یا 1.5. خب بیایم موازنه کنیم. اینجا بچه‌ها دقت کنید هیدروژن رو اینجا 3 تا هیدروژن دارم، اینجا یکی دارم. خب این یک رو بذار اینجا، این 3 رو بذار اینجا. خب اول میدونیم از قبل اینکه این کارو بکنیم از زیر و شلوغ برید، بذار دوباره قاطی نکنید. یک میدیم 2 تا نیتروژن داریم، 2 تا نیتروژن داریم. حالا هیدروژنمون 6 تا میشه، 6 میذاریم. Fمون این 6 تا F، این 4 تا F میشه 10 تا. یه 5 بذارید، 5 2 تا میشه 10 تا. بیایم سراغ این یک. این یه S داریم، یه S داریم. 2 تا Cl داریم، 2 تا Cl. 2 تا هیدروژن، 2 تا هیدروژن. موازنه شد. پایین یک میدم. اینجا 2 تا Cl داریم. پس این اگه یک بدیم میشه 2 Cl، اینو 2 بدید که بشه 2 Cl. 6 تا F دارم، 6 تا F میشه. 6 تا هیدروژن داریم، 2 بذار 2 3 تا 6 تا. 2 تا هیدروژن داریم، 2 تا هیدروژن. خب پایینی زیربند بیشتر دارم. 2 تا سدیم دارم، 2 تا سدیم دارم. حالا 2 تا هیدروژن داریم، 2 تا هیدروژن. 2 تا کربن داریم، این یک کربن، این یک بذاریم میشه 2 کربن. خب گفته مجموع ضرایب فراخورده‌ها. این ضریب فراخورده‌ها کلا 6 و 1 میشه 7. 7 اینم 5 و 2 میشه چند؟ 7. میشه 7 هفتم. 7 هفتم میشه 1. پس این نیست. این یکی 2 و 1 3. اینا میشن 2. این میشه 3 دوم. پس ب هستش تا اینجا. این ور 6 و 1 7. اینم یکی 8. این چنده؟ 4. میشه 8 چهارم که میشه 2. پس اینم نیست. 3 تا یکی میشه 3، اینم 2، اینم میشه چند؟ 3 دوم یا 1 کنیم. پس میشه ب و ت. میشه گزینه 1. خب اما بریم سراغ این تست نشه. ببینید بچه‌ها بعضی میان معادله تشکیل میدن برای این تستا، ولی نیاز به معادله و اینا نداره. بیایم یک میدیم زیربند بیشتر داره، میشه 2 تا کروم 2 تا کروم. حالا بریم سراغ اس. اینجا 3 تا اس دارم، اینم یه اس. نمی‌دونیم چند بذاریم که بشه این عدد بهش بده. این 3 اس. ما اگه یه اس بذاریم میشه 4 اس. اون موقع اینجا 4 بذاریم ببینیم بقیه موازنه میشه. هیدروژن میشه 8 تا، این باید 4 بذاریم. خب حالا ببینیم موازنه چند. 4 4 تا 16 اکسیژن میشه. 3 4 تا 12. 12 و 4 میشه 16. این 2 میشه 18. پس اکسیژن ها برابر نیست. بیا عددا رو عوض کن. یعنی این دفعه بیایم مثلا 1 دادیم، این بار 2 بدیم. این 3 اکسیژن بود. حالا ما اگر مثلا 2 بدیم میشه 5 اکسیژن. 5 تا گوگل معذرت. 3 تا گوگل، این دو تا میشه 5 گوگل، 5 گذاشتیم. 5 دو تا میشه 10 هیدروژن، اینم 5 میذاریم. حالا ببینیم اکسیژن ها موازن است. 5 4 تا 20 تا اکسیژن داریم. 3 4 تا 12، 2 تا 4 تا 12 و 4 میشه 16. 16 و 5 میشه چقدر بچه‌ها؟ 21. موازن نیست. پس عدد رو باید عوض کنیم. تا شما معادله تشکیل بدید دوباره عدد جابجا کنید بهتره. 3 تا گوگل اینجا داره، یه 3 دیگه بذاریم اینجا میشه 6 گوگل، یه 6 میذاریم. هیدروژن 6 تا 12 تا 6 تا 12. حالا اکسیژن 6 4 تا 24 اکسیژن داریم. 3 4 تا 12، 3 2 تا 6، اینم 6. 2 تا 6 12، اینم 12 24، 6 4 تا 24 تا. تموم شد.
موازنه انجام شد. حالا پایینی دو تا نقره داریم، دو تا نقره داریم. ببینید اس اینجا هست، اینجا هست. دوباره عدد میدیم. این یک، اگه این یک بذاریم میشه 2 تا اس. یه دو میذاریم اینجا میشه 2 تا اس. هیدروژن دو تا 4 تا، یه دو میذاریم میشه 4 تا. حالا ببینید اکسیژن موازنه شده 2 4 تا 8 تا. این 4 تا، این 2 تا 6 تا، اینم 2 تا 8 تا موازنه شد. دیگه نمیدونم A B و C و معادل و اینا نمیخواد. دوباره عدد رو جابجا کن تمام. خب این زیربند بیشتر داره. 3 تا روی داره، 3 تا روی داره. پیو4 کلا انگار یه ماده است. چند تا پیو4 داریم؟ 2 تا. اینجا پیو4 کلا چنده؟ 1. پس یه 2 بزن. خب حالا میتونیم بریم سراغ هیدروژن. 2 3 تا 6 تا. اینجا هم 3 2 تا 6 تا میشه 12 تا. تو این نداریم، پس اینجا یه 6 بذاریم میشه 12. این ور هیدروژن 2 تاست، این ور هیدروژن 3 تا. 2 اونو بذار پشت این، 3 اینو بذار پشت این. حالا 2 تا نیتروژن داریم، 2 تا نیتروژن. بریم سراغ اکسیژن ها. 2 اکسیژن و 3 اکسیژن 5. 2 تا 2.5 میشه 5. 2.5 همون چنده؟ 5 دوم. پس کلا باید ضرب چند بکنی؟ 2. این میشه 4. 5 دوم ضرب 2 5. این میشه 4 و اینجا میشه چند؟ 6. خب میگه مجموع ضرر به سکیوریتی مواد به ترتیب بیشترین و کدامی که کمترین مجموع ضرر میخواست. جمع ضرر به این بچه بخوام بنویسم 6 و 6 12. 12 و 3 15. 16 2 میشه 18. پس این مجموع ضربش میشه 18. این 2 2 4. 4 و 4 میشه 8. این مجموع ضربش میشه 8. مجموع ضرب این یکی 6 و 1 7. 7 و 3 10. اینم 2 12. مجموع ضرب این یکی ضریبا میشه پایینی 6 4 10. 10 و 9 19. خب بیشترین ضریب بچه‌ها میشه مال کدوم؟ دی. بیشترین ضریب میشه مال دی. کمترین ضریب هم گفتم مال بی. حالا چنده؟ 8. میشه گزینه 2. خب سوال بعدی سوال قشنگی، خوب دقت کنید. میگه در معادله سوختن گرد آهن. گرد هر فلزی یعنی کدوم فلز؟ گرد آهن یعنی آهن. سوختن یعنی با O2 واکنش بده. چی طوری شده؟ خودش گفته آهن 3 اکسید یعنی Fe2O3. خب بیا موازنش کنیم. خیلی راحت نگاه کنید. اینجا یک میدیم. اکسیژن رو اول موازنه کن بهتره. 3 اکسیژن داری، 2 اکسیژن داری. اون 3 رو بیار بنداز پشت این 2 اینو بنداز پشت این. شد 6 اکسیژن. 4 تا آهن، 4 تا آهن. معمولی هم میرفتی کسری میشد. یعنی میگفتی 2 تا آهن، 2 تا آهن، 3 تا اکسیژن داری، 2 تا اکسیژن، 2 تا 1.5 3 دوم، بعد دوباره کسری میشه. همینجا میشه. میگه مجموع ضریب سکیوریتی مواد کدامه؟ خب مجموعش 4 3 7. 7 و 2 میشه 9. پس تا اینجا 1 و 2 خط میخوره. چند مول الکترون بین گونه‌های اکسنده و کاهنده الکترون مبادله شده؟ خب آهن گفته آهن 3. چند تا آهن 3 داری؟ 4 تا. خب یعنی 4 تا Fe3 داری. هر آهن 3 الکترون از دست داده. 4 تا میشه چند؟ 12. یعنی 12 الکترون اینجا مبادله شد. خب پس به ازای در واقع گفته چند مول الکترون بین الکترون اکسنده و کاهنده مبادله شده میشه 12. گزینه 4. ببینید تو 12 میکنه. این که الکترون از دست میده اکسایش پیدا کنه میشه کاهنده. اینی که الکترون میگیره کاهش پیدا میکنه میشه اکسنده. خب اینم آرایش رو حل کنیم. یکی دو تا تست اول اسم حل کنیم. میگه اگه آرایش الکترونی اتم عنصری 4s1 3d5 باشه، همون استثناء کروم 24 بچه. کروم 24 میشه 4s2 3d4 که 4s2 3d4 نده میشه 4s1 3d5 قرض میگیره. پس شد 4s1 3d5. گروهش میشه چی؟ 5 و 1 رو جمع کن میشه گروه 6. کل 21 تا 30 تو کدوم دوره؟ دوره 4 عناصر واسطه است. کروم چه ایون هایی داره؟ کروم 2 داریم و کروم 3. حالا ببین چی هست. میگه اغلب یا کاتیون 2 داره یا 3. درست. شمار الکترون‌های ظرفیتی آن با شمار الکترون ظرفیتی x16 برابر. x16 از آرگون 18 دو تا کمتره. یعنی از گروه 18 دو تا بیاد وقتا میشه گروه 16. گروه 16 الکترون ظرفیتیش میشه رقم یکانش یعنی 6. اینم الکترون ظرفیتیش 5 و 1 میشه چند؟ 6. درست. با جدا شدن 6 الکترون اتم آن به یونی با آرایش گاز نجیب میرسه. آن 24 6 تا ازش کم میشه 18. درسته؟ آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم آن مشابه آرایش الکترونی لایه ظرفیت Z25. خب لایه ظرفیتش بچه‌ها Z25 بین 21 تا 30 میشه 4 3D 25 میشه 2 و 5. این 1 و 5. پس شبیه اون نیست. لایه آخر زیر لایه در واقع آخرشون با متفاوت. این زیر لایه آخرش 4 2 این 4 3. پس 3 مورد درسته میشه گزینه 0. خب اون اول یکی دو تا تست حفظی داریم بچه اونها رو بزنیم. میگه گاز آرگون سومین گاز فراوان در هواکره است. درسته.
اولینش نیتروژن، نیتروژن 78، اکسیژن 21. انبیق وسیله تبدیل توسط جابران حیان نوآوری شد. درسته. حاشیه کتاب. برخی جانداران ضربه‌ای نیتروژن هوا را برای مصرف ایان تثبیت می‌کنند. درسته، مثل ریزوبیوم ها، سیانوباکتری ها. نسبت گازهای سازنده هوا کره از 200 میلیون سال پیش تا الان به تقریب ثابته. این هم درسته. از طریق حباب‌های هوایی که توی در واقع یخ‌های قطبی بررسی کردن دیدن این ترکیب از 200 میلیون سال تا الان ثابت. 4 تا درست میشه گزینه 4. خب تست بعدی بچه‌ها دقت کنید. میگه دمای اتمسفر یک سیاره فرضی از این معادله پیروی میکنه. دمای هوا در ارتفاع 4 کیلومتری بر حسب درجه کلوین چقدر؟ این درجه سانتیگراد. خب معادله ما بر حسب درجه سانتیگراد میشه -6 -2 رادیکال اچ. حالا گفته ارتفاع 4 کیلومتری و این اچ یعنی ارتفاع. پس دلتا بر حسب درجه سانتیگراد میشه -6 -2 رادیکال 4. میشه -6 منهای 2 جذر 4 میشه چند؟ 2. خب دو تا میشه -4. اینم -6 میشه -10. -10 درجه سانتیگراد. دما رو بر حسب کلوین خواسته. بچه‌ها گفته چند کلوین؟ خب تی بر حسب کلوین میشه سانتیگراد به علاوه 273. سانتیگراد به علاوه 273 میشه چی؟ میشه همون دما بر حسب کلوین. خب -10 به علاوه 273 میشه چقدر؟ میشه 263. کدوم گزینه میشه؟ گزینه دوم. بچه‌ها فارنهایت هم بهتون بگم. دلتا تتا و دلتا در واقع درجه سانتیگراد اختلاف درجه سانتیگراد با دلتا تی یعنی درجه کلوین، یعنی 2 درجه تغییر کنه 2 درجه کلوین تغییر کرده. سانتیگراد و کلوین تغییراتش مثل همدیگه هستش. خود فارنهایت هم میشه 9/5 درجه سانتیگراد به علاوه 32. 9/5 میتونید ضرب در 2 کنید بشه 18 دهم یا 1/8 درجه سانتیگراد به علاوه 32. دما بر حسب فارنهایت به دست میاد. خب ولی دلتای فارنهایت بچه‌ها اینو دلتای فارنهایت میشه 1/8 دلتای درجه سانتیگراد یا در دلتای درجه کلوین. ببین حتما دقت